سلام دوستان، بریم آشپزی با آقا شاهان. شاهان نهار می‌خوایم چی بذاریم؟ استانبولی. مواد لازمش یه دونه پیاز نگینی سرخ میشه، گوشت چرخ کرده بهش اضافه میشه، سیب زمینی نگینی بهش اضافه میشه، نمک و فلفل و زردچوبم به مقدار لازم. وقتی که کامل تفت خورد بهش رب اضافه میکنیم. شاهان استانبولی با چی میچسبه؟ ترشی. چه ترشی؟ لیته. خب حالا نوبت آقا شاهانه. بذار من کامل هم بزنم که قشنگ سرخ بشه. نوبت آقا شاهان بود دیگه. خب حالا دستت نسوزه آقا شاهان. لاک. خب حالا برنجو که از قبل شستیم بهش اضافه میکنیم، کامل هم میزنیم. بچه ها میذاریم قشنگ بجوشه. بعد آبش که کشیده شد دم میذاریم. میبینین یه ذره هم زنده تر برش میداریم، یعنی برنجمون کامل کامل نه، 70-80% کال باشه که موقع دم کشیدن خمیر نشه. میبینید بچه ها کم کم دیگه داره آبش کشیده میشه. آبش که کشیده شد شعله رو کم کنین و دم بذارین. خب میبینین آبش کشیده شد. حالا یه دم کنی هم میذاریم با حرارت کم، میذاریم دم بیاد. اینجا آشپزخونه کوچیک ما. خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید و مهمون پیج یوتیوب ما باشید. ادامه دمی گوجمونم براتون میذارم. خب مخلفاتش هم آماده کردیم. لیته که حرف اولو میزنه. غذامونم کاملا دیگه دم کشیده. بچه ها تهش میبینین چقدر خوشگل و خوشمزه. نوش جونتون.